دیمیتری ایوانویچ که نام او مندلیف، دانشمند و شیمیدان بزرگ، در فوریه 1834 در شهر توبوسک در سیبری روسیه متولد شد. او چهارمین فرزند خانوادهش بود. پدرش مدیر مدرسه بود. او پدر خود را در کودکی از دست داد. او در مدرسه توپولسک استعداد درخشان خود را در ریاضی و فیزیک نشان داد و عصرهای بعد مدرسه در کارگاه شیشه‌گری با مادرش کمک میکرد. مدتی بعد کارگاه شیشه‌گری آتش گرفت و همه سرمایه‌شان را از دست رفت. دیمیتری برای یافتن شغل بهتر و به سن پترزبورگ رفت و در آنجا به تدریس پرداخت. در سال 1850 توانست بورسیه تحصیلی بگیرد و به تحصیل در رشته ریاضی، فیزیک و شیمی بپردازد. او خانواده خود را هم به سن پترزبورگ برد، اما متاسفانه مادر و خواهرش به بیماری سل دچار شدند و جان خود را از دست دادند و او تنها شد. فقر از یک سو و اندوه از سوی دیگر او را چنان بیمار ساخت که پزشکان تصور کردند او نیز به سل مبتلا شده است و به او توصیه نمودند برای معالجه و استراحت به یک محل خوش آب و هوا مسافرت نماید. دیمیتری به جزایر کریمه رفت و مدتی را در آنجا ماند. پس از مدتی او سلامت روحی خود را باز یافت و به سن پترزبورگ بازگشت. پیش ویسکنسیرکا شیمیدان بزرگ روسی علم شیمی را آموخت و در سال 1855 با دریافت یک مدال طلا فارغ التحصیل شد. او به شغل معلمی در دبیرستان پرداخت و چندی بعد کتاب شیمی عالی را که اولین کتاب شیمی درس شیمی عالی روسی بود منتشر نمود. پس از آن به فرانسه و آلمان دعوت شد تا در کنفرانس ها شرکت کند. کتاب بعد او اتحاد آب و الکل بوده. او در زمینه شیمی سند درجه دکتری یعنی دکترا را گرفت و استاد شیمی در دانشگاه سن پترزبورگ شد. پس از آن چند کتاب دیگر را در زمینه شیمی منتشر نمود. در سال 1864 با دختری به نام فضوزالشوا در دانشگاه آشنا شد و ازدواج کرد. آنها 2 فرزند داشتند، اما ازدواج آنها سرانجام به طلاق و جدایی منجر شد. و مهمترین کشف این عالم روسی جدول تناوبی یا جدول مندلیف می باشد.